درود. در این شهر، در این فضای باز، در این غروب قشنگ، لای این آشغالا که واقعیت تلخ این شهرهای ما هستش، میریم به یکی از این خونه‌ها و با رپری آشنا میشیم که تازه از ایران به اینجا اومده. حرفای خیلی جدی داره. خونه دعواست واسه تیری به بگت مامان بابا میگی تو من هک میتینگ رفته زود پول بده میخوام برم سر ساعت برسم مامانت میزنه بای سینی تو سرت میگی بی خیال همه چی بیت باکس چیکی چیکی بام 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 کیا دلهای سنگی دارن کیا با خدا موندن و نشتی دارن کیا حالت منگی دارن کدوم احمق و دلتنگی دارن کیا مثل من بیمارن توی در دیوارن مثل مرد میباسن اما شده شیطان دهه 80 رفت روزای خوبم و نشمردم درد خوردم و زخ شستم سر خوردم و افسردم همه ی روزای اوج من تو وطنم حسرت بود من این روزا نمیتونم خودم و گول بزنم و چند خط بود عصبی بودن و حس میکنی وقتی میخوای با هم عکس بندازیم جلومش شروع میکنی فوش دادن و بعد گفتن اصله باسی دوست داری منو دست بندازی میخندی وقتی من امضا میدم به دوست چون که شک بنداری سربازا دنبال جسد من بودم من دنبال دختر گم شدم دستم عروسک خودمو نمیدیدم تو لباس رقص فکرشو نمیکردم که بشنوم صدای جنگ یه گم کنم روحمو تو طبیعت سوخته مزرعه ها شروع کنم به جویدن روحه وقتی ساختمونای شهرم در اومد از جاش دیگه رفیقمو ندیدم رسیدم به جنازه غریبش رضا پیشرو خواننده رپی که در این ویدیوها دیدین الان 31 سالش شده. تو یک سال گذشته زندگیش از این رو به اون رو شده. حکم دادگاه انقلاب داشت، ولی برخلاف عمری که دیشب از دست گربه قصر در نرفته، رضا از اون دنیا اومده این دنیا که بره دور دنیا. کشتی میچرخونم دور دنیا دستاتو باز میکنی میزنیم ظلم موجا وقتا میاد و با هم روی عرش خوابیم دوست داریم همیشه تو همین لحظه باشیم قد دوست دارم که نمیدونی باید همه دنیا رو به خاطرم بپیچونی لب اقیانوس هند با یه دونه بنزینم دنبال گوها رو میچرخیم بعدش میریم تو لنج دنیا رو میچرخونم سالی دوبار رو از همین اقیانوس میرسیم آریزونا وقتشه بخوریم بریانی هند و یه حالی بدی به لبای زندانی عشق بری برام برقصی روی عرشه با گرمای عشق بکنی منو نشه چند ساعت دیگه میرسیم استرالیا لب ساحل میدمت یه مشت ماری دار بعدش وقتشه بخریم 2 تا بادیگارد کانگوره ها رو ببینیم بگیریم ماهی باز خوابت میاد امشب و میمونیم ملبورن پس موهاتو در بیان از بیگودی ول کن توی استوا میاد قبل خواب بهتره بخوریم تو پوست نارگیلای چای دار تا بیاد تا به روز یه شنبه تو خوابا رو سر دوشونه منه آقا در بهتوونی برات زدم. خوب هستی؟ درود؟ چطوری؟ بچه ها بوس شونه‌ای میکنن. دام اون واسه زنگ مدرسه صابخونه بود دیگه. صابخونه میخواستش بیاد. نه این صدای سرنوشت توی من در. خب رضا جان چطوری؟ آقای پیشرویاتو دارم میبینم تو همین که پیشروی که از نظام آباد و اون همه اتفاق تا داستانایی که اون همه اتفاق چیا بوده؟ 1 2 3 شو بگو. 1 2 3 یعنی علاقه به این کار که خواندن رپ آره که خواندن رپ است، بعدم دستگیری‌ها که بعد زندان است خب آره پشت سر هم و بعد ادامه دادن نمیشه جبر و اینجا که اینجا یه کوه هم مابینش 2 3 تا بوده کوه و فرار 13 ساعت پیاده روی و نورافکن و حالا بعد جا خالی دادن و برام توضیح یه جوری فرار کرد از ایران که خیلی داستانا داره. آره. و یه چند روز طول کشید که از ایران برسه اینجا که الان ما هستیم. و البته این زندگی که میبینی یه چیز همینجوری دم دستیه به خاطر اینکه همه چیمون صفر شد دیگه. یعنی بعد از اتفاقاتی که توی ایران افتاد و دوره از صفر همه چیمون از صفر، یعنی صفر صفر صفر. و میبینم که اینا با عوالم تو با هم ربط داره. توی هندوستان که بودم خیلی با این فلسفه بیشتر آشنا شدم. آره این نوشته و بله. نام خدا یا همون هو هستش. بله موقعی که داشتیم فرار میکردیم یه جایی توی شعرم هم دارم میگم پلی که از تار عنکبوت محکمه با این که بی‌وزنی میکنه درونتو مضطرب. بعد اونجا میگم خب همش
یاد اون شعرم میافتادم که قبل از سفر نوشته بودم، قبل از این اتفاقات و این پلی که از تارنکبوته ما اون ور خیابون پلیس وایساده بود و این ور خیابون ما باید از جلوی ششاشون رد میشدیم. این زمان فرارت از ایران داری میگی؟ بله. بعد مدام اسم اومو زیر لب صدا میشم. آره که تو این اوم و اینا رو تو هندوستان باش آشنا شدی، سفر داشتی به هندوستان؟ قبلش اسمشو شنیده بودم، سمبولاشو دیده بودم و آره سفر داشتم به هندوستان. اینم بودای خندانه خوشبختانه. دا هر کدوم از این سمبول هایی که از لحاظ معنوی شما مشاهده میکنی، به خصوص بادام زمینی، شما با پوست قرار شدید بخوری با هم دیگه چالش را بندازید. ولی خب بها این دنیای معنوی تو اینجوری می‌بینی. آره. حالا غیر از کامپیوتر اینا که کلی بعد آهنگ میبرن و بفرستی و ماهیایی که دو تا مونده این توی آکواریوم، اینا چشاشون قرمزه، اینا واسه همین دووم آوردن. آره چشمشون دیگه زده تو چشم. افروتی هم. و یه چیزی هم بگم، بوی عود محشری میاد اینجا مثل یک معبد میمونه. آره. یعنی من الان با قسمتی از رضا آشنا شدم که تصور نمی‌کردم که این صدای دینگشه، نام امه و البته صلیبی که به گردن انداختی نجات دهنده بوده، برای من نجات دهنده بوده. اصلا عیسی هم یشوع یعنی نجات دهنده. بله من خودم فامیلیم هم ناصری. آره. شاید خب یه ربطی داریم از برای اصولا تو مسیحی نیستی ولی این احترامو داری و این تمام چیزهایی که انسان رو از جاش بلند بکنه به تفکر وادار بکنه برای من مقدسه و مقدس بودن هیچ ربطی به افراطی بودن نداره و اعتقادای دیگه داشتن. پس به هر حال یه جوری ارادت داری. آره ارادت خیلی بزرگ بود. ما بریم دور این میز چه خبرای؟ اولا سازدهنی ها مال تو مال حمید ای بزنی میاد. جدی؟ بزن ببینم حمید کی هستن؟ لبشو نباید بزنی آدم. جزء مقدسه. اما حمید ظاهر شد نشد. به آقای حمید شما هستی؟ خوشبختم. ایشون از تاجداران هم هستش. حمید تاج هستن. اسم مساعد خوبی؟ شما معلم سازدهنی هستی؟ ساز میزنم تا اینکه بخوام بچه کوهستانه. شما هم فرار هستین یا هم زندگی بودین؟ توی شعرم میگم که حمید پای تلفن یه ماشین منتظرمون، قاچاقبرمون سر هر تپه منتظر پول، تق تق سگا زوزه میکشن. نمیدونم یه همچین چیزی خیلی تازه نوشتم، هم 2-3 روزه نوشتمش. آره. بعد شما چند سال هم میشید و با هم از ایران اومدین بیرون؟ با هم شما زندانی بودین، خط خطی شدین؟ ما رفیق میشه گفت 13-14 ساله این و خب تو بخشی از کارهای رضا جان هم دیگه رو همراهی کرد. توی که حواسش به تو نیست، همین آخرین کاری که تیم سیاسی هم داشت همین سازدهنیشو زد و خیلی غمگین بودیم، خیلی حالمون بد بود. این قبل از دستگیری هر اتفاقی افتاد خب خیلی حالمون بد بود. نفک مال ما نیست، سهم ما میمونه همه هفته های پاییز با تفره های قاضی، کسی حواسش به ما نیست. این صدای یک پدر دلسوز هم بود. میشه بچه‌تون رو ببینیم؟ این عجب بچه‌ای داری. اما تا حالا دست نزدم بهش. چند کوچولوه. چه جالب. اینو نگه می‌داری واقعا؟ آره. بهش چی میده بخوره؟ کاهو مثلا. ببینید صورتش ببینم. خیلی کوچولو بودش. آخه. اسم گذاشتی براش؟ لاکی میگیم. اشی میگیم. لاکی خوششانس. اشرت الملوک در واقع اسمش. حالا میخوای بعدش کنم دوباره تو گلدون. خیلی متشکرم. میگم ما هم بریم تقریبا آقا برمیگردن. خیلی ممنون. بریم بالا که ورزشکارا رو برن. من پیرمردم اینجا باید با چیز بره الاغ رو. پلنگی اینجوری 14 صبح دودش اون لای پشتی میرفت. و اینجا وارد میشیم به غار رضا پیشرو. غار اصحاب کهف البته و غاری که مردم میرن توش به اوج خاطر اینکه اینجا زمان معنی نمیده. یه دفعه مثلا میری توش، یه دفعه میبینی 24 ساعت اینجا تو این 4 دیواری هست. آره حفره زمانیه. البته سیاه که هست، مثل بیابون میمونه، مثل شبای توی بیابون میمونه، مثل لوت میمونه. شهر لوت. البته یه مقدار چون صداگیر گذاشتین، ابرا و غیره هست، صدا انعکاس نمی‌کنه، حالت عجیبی بهش دست میده بدون شک. ولی خب برای تو که دنیات موسیقی این دنیای تو آره این باعث میشه که من نزدیکتر شم مثل ستاره های همون کویر به مردمانی که در اون شب
دارن تو راه کویر راه میرن. حتی این همه داستانه فلسفی ایشونه. شاید منظور قوم بنی اسرائیل بود یا خودت بودی که فرار کردی با بعضی از بچه‌ها؟ چه فرق اتفاقا قاچاقبرمون هم اسم یکی از سردسته‌هاشون موسی بود. جدی؟ هی من تو راه این عصا هم دستش بود تو کو این فکر می‌کردم بحث فرار ایشون از ایران و اون خاطرات همینجور در ذهنش دائما داره بازیافت میشه، میچرخه. و میخوام برام یه آهنگ بخونی. یه دونه کار آماده کردم. ولی بعد خیلی دقت کن چون سریع هم میخوای بخونی ها. آره. فرض بکنیم که یه کسی از آسمون اومده در من نازل شده. خب حال بشر رو دیده تو اون بشر ایرانی بیشتریه چون خیلی از مسائل خواهی گفت و اروپایی نداره. اصلا بحث اروپا و امریکاش نیست. نسل ایران متغیره، یعنی ما با یک افکار طرف نیستیم، با یک دسته از افکار. بشنوید چی میگی. خدا رحم کنه. من خیلی دستش اسنایپر از پشت بوم میگه مرکو بشناسش، همونی که میده سرتو قطع کنه داشت. آقا بریم گوش کنیم. خیلی ممنون. رضا پیشرو تقدیم میکند. سپاس حمید جان. بفهمیم بخونیم. حالا روبرو مرز و نورافکن و تکتیر انداز مدام گارد و دفت کلی سم و توهم خدایان باطل و مدافع بافت سالم جامعه نفهمیدن جواب سالای ساده. دلارا پالت رو بانده بعد تو باده بی گمرک دست شیخات تو کارته حل چشماته پولو میزنم به شهر شیخ زاید برای چند وقت انصارت کارپت حرکت بعدم محو کنش داعش. ترس و احساس نمی کنم وقتی کشورم لنگ اسحاله تو چنگ اشغال و پر از ننگ و زخم و اشکاله. اون که پستش بالاست و سر برش داره ولی نسل جزغال محو بشتانش. سرنوشت کشورم تحت فشار سقوط و جبر و انکار و خشم اسلامه. میبینی که میکنه با میرسه تو قلب قشباله توی تیکه دشت بهش داره نمیشه به عزم عشقانه. پس بهش آره بگو دور شریعت و خط بکش کامل اون در بهش خوابه یه مغز غرق زنداره. از درد ژن میناله محو تکراره هرچی خش میذاره خرج زندانه. با هر کی پک میزنه درد و داره رو تن رفیق 100 تا خط قه داره. منطقش پاک دست شیطانه یه زاغه با زر و منقارش. از خودش 500 تا جلد داره دندونش آج مدفوع شانسه داره از هر خوبش ماده مرغوبش باشه. از این منظومه رانده که کنزو بش قاف گنجو بشماره. پهلوان جمع رندان که تو کعبه اصحار دستش اسنایپر از پشت بوم میگه مرغو بشناسش. همونی که میده سرتو قطع کنه داعش رسم شفرات دست چک داره. غرق عرفان هوری تنگ 6 باره همیشه زنگ شنشاه. وقت امداد فکر جمع و منهای سرنوشت به منطقش باخته صد بهش رو درد خیش ساخته. رو انداخته جنگ و بشمار سبون باشم خودش ساخته بد حالش داده هر کنش واکنش در کنش داره هر کنش در خودت بد کنش باره. تو شم کنش کربن بد کنش گندم دف کنش ننگ و نفرت و نفت و کشور کن. بعد برو تو مجلس و پرت کنش پشما هست کنش پس تو باز قلب این گربه غرق نفرت شد. 100 سال سر کنش وقت و مردمش اهل صبر و الکلش مسکن. رضا داستان تو چی بوده تو این یک سال که ما به خاطرش اصلا اومدیم ببینیمت؟ غیر از 15 سال سابقه این یک سال گذشته سال خیلی خاصی بوده به خاطرش اینجایی که توی شعر این آهنگ هم شنیدیم قسمتیشون. آره یه داستانی ازش گفتم. داشتم زندگیمو میکردم، کار رپ میکردم، کار لباس میکردم، تازه زندگیمو داشتم پهن میکردم، زندگی مستقل دیگه بعد از این همه تجربه هایی که این سالها یقه منو گرفته بود. بعد از تمام این مسائل برای کارهای اجناسم، یعنی یه سری تیشرت تولید میکنیم، میخواستم بیام ترکیه. توی فرودگاه متوجه شدم مشکل غذایی دارم. انقدرم مشکلم پیچیده بود که 5-6 تا دالون رو ما رد کردیم که پرونده منو پیدا کنن. بعد تقریبا 7 کیلو پرونده رو دستم بود. تو شعرم همینو میگم 7 کیلو پرونده رو دستم بود، دست و پام دستم بود، هر دو پام قلبم بود. من درونن آگاه بودم خدا برای من داره چه اتفاقی رو حادث میکنه. خب بعد از اینکه از این بازداشتگاه به اون بازداشتگاه رفتم یه چند جا، بعد تو هر محیط بازداشتگاهی هم که میری اونجا خودش شلوغه، 50 نفر میان دورت، یکی سوال میکنه، یکی میگه فلان موقع منو دیدی، یکی میگه بسان موقع منو دیدی. میدونی همش دنبال اینن که آره یه داستانی با تو داشته باشن. خب یا یکی بد نگاه میکنه، یکی فوش میده، یه سیاسی رد میشه تو رو با اون اشتباه میگیرن، هزار تا داستان دیگه. بعد تو اصلا متهم چی بودی؟ ردیف اول چی بودی و کسای دیگه هم که قرار بوده تو ردیف اول مثلا
ما در راستای یک اتفاق ملی که همه مردم واکنش نشون دادن اومدیم یه آهنگی رو خوندیم، من خوندم، ایکس خونده، میدونی این شده یه پرونده. مثلا من اومدم یه جایی فروش آهنگامو گذاشتم توی آیتیونز، CD بیبی، نمیدونم دادم به چند تا از سایت‌های خارج از ایران، این شده جاسوسی. خب بعد ترویج چیزام داریم، ترویج نمیدونم مسیحیت. آره دقیقاً این از همه مهمتر بود توی ایران، به خاطر اینکه صلیب انداختن میگن ترویج مسیحیت. حالا این یه قسمتشه. توی آهنگ هم اسم میبرم، میگم باید مثل مسیح رو آب دریا راه رفت، یا میگم من مسیح نیستم اما بارها خودم از روی صلیب زنده میکنم. اما این دلیل نمیشه که ما چون داریم یه فرهنگی رو در موردش صحبت میکنیم که متاسفانه اصلا تو ایران وجود نداره که بخوان درک بکنن دین رو جدا بکنن از افکار عمومی. شیطان پرستی هم که اصلا همه جور اگه دارن. شیطان پرستیه چطور تبلیغ دین مسیحیت اگه شیطان پرستی؟ اینا میدونی به هم نمیخونه، جرما به هم نمیخوره. 1000 تا انگ مختلف به هر کی میچسبونن، به کلم یه انگ میچسبونن. و خب این جای داستان که من خیلی روش فکر کردم، گفتم این همه سال من داشتم زندگی میکردم، چرا دستگیری بوده، 4-5 بار منو بازداشت کردن، زندان رفتم، قزلسار بودم، این اواخرم همین تهران بزرگ بودم، بعد دادگاه انقلاب فرستادن دادگاه انقلاب بودم با دستبند و پابند. بعد سربازان اومدن خیلیاشون مثلا پرسیدن تو اینجا چیکار میکنی؟ توی قهرمانی کلانتری 115 چیکار میکنی؟ نامه اعزام داری تهران بزرگ، مهران بود و آقا رضا داریم لایو میگیریم اقرار میکنی، حالا همه بگین سیب داری چه کار میکنی؟ نامه اعزام داری تهران بزرگ، مهران بود و آقا رضا داریم لایو میگیریم اقرار میکنی، حالا همه بگین سیب داری چه کار میکنی؟ توی زندانی که من بودم توی تهران بزرگ، زندانی ها این شکلی چسبیدن به هم دیگه و عین جهنمه. من مشکل معده هم داشتم، تونستم یه مرخصی با توجه به اون پول و قرارم رو شکست کرد 50 میلیون تومان که من نقد ماشینم فروختم و از این ور اون ور دادیم و آنها تصمیم گرفتی از مرز فرار کنیم با دوستت دیگه. حمید خیلی این تصمیم سخت بود. نه نمیخوام بگم که من این تصمیم رو گرفتم، این تصمیم منو با خودش برد. و تو مرز گذرانی زمستون هم بود نه؟ آره زمستون بود، خیلی سرد ویدیو بود. داری؟ وانت من آره یه چند تا ویدیو داریم، یعنی هم پخش میکنیم هم عکس داریم. به تو صورت گروهی یه 40-50 نفر فرار کردی؟ 72 نفر دقیقاً. خیلی جالبه اون 72 تنی که 50 نفر جلوتر رفتن، این دهات اون دهات فلان اینا. بعد یه مقدار جلوتر که رفتیم من که زاتوریه داشتم با معده‌ام اینا اوت کرده بود، هی سرفه عقب موندم. حمید منو میکشید هی جون عزیزامو قسمم میداد که پاشو، به خاطر هدفت پاشو، به خاطر من پا میشدم، یعنی یه حس نیمه بیهوشی. نور افکن مینداختن رومون، گله سگ بیا شغال بیا نمیدونم، و نه آب برده بودیم درست حسابی با خودمون، نه از لای سنگا مثلا آب بارون و برق جمع میشد، آب میخوردیم. و رسیدم به شهر مرزی و اونجا توی کمپ بودم 10 روز که توی آهنگم میگم 10 روز تو کثافت و جهنم بودیم. تو این فکر که همراهام این کمپ البته غیر قانونی قاچاقچی‌ها غیر قانونی. آره تو این کمپ لعنتی مریضی موج میزنه، یه نفر سرفه میزنه 300 نفر مریضن. این وضعه کثافت خونه. حالا از بقیه‌اش هم فیلم میگیرم. آخه اصلا ولی رسیدی به اینجایی که هستی؟ رسیدم به اینجایی که هستم، ولی میخوام خیلی ساده واسط بیان بکنم. 7 خانه رستم رو رد کردیم و وقتی که رسیدیم اون جایی که به آرامش ختم میشد، بعد از تمام این سختیات 2 تا پرنده سفید یا کریم اومدن جلوی پای من حمید که به نشان آزادی رهاییت. شاید جالب واقعا خیلی جالب بود. حالا آهنگتو گوش کنیم کامل، ببین چی خوندی، تمام این داستانو مرور کنیم با هم. آره خیلی جالب بود. اون لحظه لعنتی رو یادم نمیره، یارو پاسمو گرفت و گفت این آدم نمیشه. خنده منو بردم تا دم میله، یه وندودی تا یه جام برم با ونه دیگه.
تا شعار میدادن این باید بمیره. یکی با هم عکس میلاخت و میگفت خواننده اینه. تو یه قهرمانی کلانتری 115 چی کار میکنی؟ نام اعزام داری تهران بزرگ مرام بود و آقا رضا داریم لایو میگیریم اقرار میکنی. حالا همه بگین سیب داری چه کار میکنی؟ 7 کیلو پرونده رو دستم بود، دست و پام دستم بود، هر دو پام قلبم بود. متهم ردیف اولی واسه تو بقیه بیان متهمین زیاد. حاجی بقیه کجان وقتی فقط 3 نفر موندن از قضیه ایران؟ پسر جان بیخیال برو وثیقه بیار، اینا بررسی میخواد خیلی تلخ سیدیات. من دارم میرم نماز تا بیام برو تهران بزرگ، میگم به ایلاد جمانگی یا که 1 میلیارد بیا اون وقت اراده بکن تازه بعد تعطیلات. اینجا دادگاه انقلاب بفرمایید آب خونک بگو بلابتم پایت رو واکنم. اینا نمیدونن که من با التماس غریبم، پس رسیدم به مرحله اعتماد به وکیلم. نعوذ بالله میگفت و التماس پول میکرد، گفتم بهت مرخصیم اطلاعات خوب میدم. میخوان ریشتو بزنن انفجار نوری نه، سیستمم که نگران اقتصاد سوریه. تحریک افکار دینی، حمایت از دراویش و شیطان پرستی، پنهان ترقی کردن جاسوس شیطان ترستی، تولید آثار انکار برانگیز. حس کردم کسی حواسش به من نیست، مثل نفرتی که بکشم دجال و بشم شیر. غم اون روزم آسمون یزدانو به هم ریخ، چطوری بگم که همه ی افهامو بفهمیم. توی زندانیایی که میگم بین ما باش، فرصتی نمونده باید بکنم سیر آفاق. حمید پای تلفن یه ماشین منتظرمون، حرکت به سمت مرز با قلب منفجرمون. قاچاق برمون سر هر تپه منتظر پول، تکثیر اندازان نور افکن میندازم به سمتمون. تتختخ ما تو تنگ سگ و سوسه میکشن، هم سفرمون با سر تو سنگ خونو میچشن. فقط یه گفتاری از اون دور معلومه، تو جاده ای که تردد شب و روز ممنوعه. پر برف تشنه بودیم سوس تو جونمون، افتادم تو سرما بیهوش رو دوش دوست. گم شده بودیم تو منطقه ممنوعه، پیاب بودم که یکی عربده زد از تومه. 10 روز تو کثافت و جهنم بودیم، تو این فکر همراه میرفتم بغلم رو مین. به روزایی که نمیشه وطنم و دید، خدا دوباره از فلفای هرزم و چید. خب آهنگم شنیدیم، با رضا هستیم. رضا پیشرو از خوانندگان رپ، شاعران ضرباهنگی ما از ایران. از ایران اومده بیرون، آهنگایی هم اینجا داره اجرا میکنه که سنگین‌تره، آره سنگین‌تره و انگار مثلا واقعا اون قاری که گفتی و من کشف کردم و یه جبرئیلی بوده که بگه اقرا. اینو حس کردم. میدونی چی میگم؟ خب پس این داستانای زندگی میشه گفت سیر و سلوک فکری تو رو بدنت هست. بله. ولی متولد کجا هستی؟ چی بودی؟ کجا شدی؟ چلو کباب یا پیتزا؟ کدوم؟ جفتش. اگه معدم درد نکنه جفتش، ولی من معمولا آشپزی میکنم خودم آشپزی میکنم. آره. و تو از کجا اومدی به کجا رسیدی؟ من توی نظام آباد متولد شدم ولی جای متغیری بودم، مخصوصا از نوجوانی، چون 10-11 سالگی زدم از خونه بیرون و تو کارگاه کار کردم. جدی؟ آره کارگاه کار کردم. خیلی طبقه متوسط خوبی بودین شما، چه این کار کردی؟ به خاطر اینکه پدرم درگیر شدید شد با مسائل مختلف زندگیش و ما دیگه، یعنی من شخصا راهمو جدا کردم، کلا افتادم توی کارهای فنی و چیکار می‌کردی؟ قالب سازی، تراشکاری، سنبه ماتریس، نمیدونم. کجا زندگی می‌کردی؟ کرایه خونه در می‌آوردی؟ همونجا تو کارگاه می‌خوابیدم بعضی وقتا هم که مثلا خونه دوستا می‌خوابیدم. مثلا 5-6 نفر بودیم که هممون می‌رفتیم کار می‌کردیم، حقوقامون رو می‌ذاشتیم رو هم، مثلا بیایم یه کامپیوتر بخریم، بیایم یه میکروفون بخریم، یه استودیو راه بندازیم، به روز بشیم، می‌دونی. و در ضمن چند تا آلبوم‌های مختلف هم تو بیرون دادی. جهنم واقعیت بود، جهنم ساکت بود، آغاز اینجاست بود، دوران طلایی و ریل. و ریل که قبل از اومدنم دیگه آخرین آلبومت و دیگه الان 31 سال تو با ما هستی و اومدی وارد یک زندگی جدیدی بشی، در صفر جدیده. بله. صفر. آره 4 تا صفر دوباره همه چی از اول میشه. سر ساعت 12 شب ناقوس ها به صدا در میان. البته منم 12 بهمن متولد شدم. روز عجیبی بوده. چه باحال. رضا پیشرو با ما میخونه آهنگ آخر را. سپاس، خیلی متشکرم. درود به تو. رویایی ترین جایی که فکر بکنی میبرمت ازم، نگران هیچی نباش. پیشرو با کشتی میچرخونم دور دنیا، دستاتو باز میکنی میزنیم ظلم موجا. وقتا بیاد و با هم روی عرش خوابیم،
دوست داریم همیشه تو همین لحظه باشیم. قبل اروپا میبرمت به آفریقا، تو راه برگشت میبرمت به اروپا. میریم به شرق جزیره ماداگاسکار، شکار میریم با قبیله کاجاکاما. بزن و باناناس ماداگاسکار رو میگردیم دنبال شنای زمان مهاراجا. با ماها باش که بنا تو بردم من تو گنجای بناهای متروکه آپادانا رو سوارت میکنم روی شیر ماده با تلسمش میکنم که بشینه پاشه. طلا برات میارم و نگین الماس، وقتشه ادامه بدیم و بریم به دریا. دست تکون بده به شنای سفید صحرا، چون میرسیم امریکانی و مکزیکو الان. حالا بعد از این همه راه از اقیانوس اسپانیایی زبونا میان با کلتاشون. فرار میکنیم از دست سرخ دوستا، سر هر تپه یه داستان جدیده. توی آفتاب شدیدش غروب و گم کردیم، نگاه کردیم با آسمون و شد دستی. با کشتی میچرخونم دور دنیا، دستاتو باز میکنی میزنیم ظلم موجا. مهتاب میاد و با هم روی عرش خوابی. دوست داریم همیشه تو همین لحظه باشیم. هوا سرد باید از هلیکوپ بریم، زنگ زدم منتظر یه هلیکوپ بریم. خانومی بریم که در آوازه با پیشو میریم سوار جت موشیم تو سان فرانسیسکو. کشتی رو بی خیال هستی هلندیم، نمیتونیم از شدت مستی بلند شیم. میبرم یه جایی که هیچ آدمی نیست، خودم واسه درست میکنم یه پیتزا پنیری. دیسکاوری قطارمون میخوره پلیس، همه پنجره های خریدو میکنیم خالی. پاییز برمیگردیم از پاریس و از ترکیه میرسیم به تهران. دوستی من خیلی جا مونده که نبردمت، این تازه سفر اول بود. با کشتی میچرخونم دور دنیا، دستاتو باز میکنی میزنیم ظلم موجا. مهتاب میاد و با هم روی عرش خوابی. دوست داریم همیشه تو همین لحظه باشیم. تموم شد؟ تمام. آره. خیلی ممنون. و اینم بود پایان برنامه ما با رضا پیشرو در این شهری که هست اونور مرزها. خیلی متشکرم تور حمید همراهش. تا برنامه بعدی جای دیگه دنیا، چند سال دیگه با رضا پیشرو جای دیگه دنیا، ایشالا رو آسمونامون بالا ها.